حدیث نمبر 11. قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرمایند که لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیه ما یحب لنفسه، متفق علیه. رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرماید که لا یؤمن احدکم، یعنی یکی از شما مؤمن کامل خوب شده نمیتونین حتی تا وقتی که یحب لاخیه، بر برادر و خواهر مسلمان خود چیز را دوست نداشته باشه که ما چیز را که یحب لنفسه، بر نفس خود او را دوست داره. یعنی از این حدیث شریف ما و شما اطفال عزیز چی درس میگیریم؟ درس میگیریم که ایمان تقاضای زیره میکنه که ما وقتی ایماندار هستیم، مسلمان هستیم، چیزی را که برای خود خوش داریم باید برای دیگران هم او را خوش داشته باشیم، و چیزی که برای خود خوش نداریم برای دیگران هم او را خوش نداشته باشیم.